این بازار عظیم چوروا در شهر کراچی پاکستان در آستانه عید قربان امسال کمادم است. بعضی از خریداران هم که می آیند ناامید برمیگردند چون قیمت چوروا برای قربانی بسیار بالا رفته است. قیمت چوروا حالا سر به فلک کشیده است. برای یک چوروا که فکر میکنید 300,000 روپیه یا بیشتر از $1,000 قیمت دارد، 2,500 $2,800 یا 3,500 میخواهند. خودتان اینجا میبینید که نظر به خریدار فروشنده ها زیادند. در این بازار نوهای گوناگونی جانوران را برای فروش می‌آورند، سر از گاو و گوسفند تا به شتر و گاومیش. فروشندگان میگویند قیمت چوروا را برای به دست آوردن سود زیاد بالا نبردند، شرایط آنها را مجبور کرده است. گندم گران است، نقلیات است، مالیات و سبب‌های زیاد دیگر است. واضح است که نرخ بالا می‌رود. ما آن را بر ضرر خودمان نمی‌فروشیم. تاجری دیگر هم به عین سبب‌های اشاره می‌کند و میگوید خود پرورش چوروا در سال اخیر گرانتر شده است. سبب قیمتی از خودی چوروا پروران آغاز می شود. علف هم قیمت است. من سال گذشته 40 کیلو کنجاره پنبه را 2,000 روپیه و یا $7 می خریدم. حالا $12 شده است. گندم و دیگر خوراک چوروا هم گران شده است. در پاکستان امسال عید قربان را روز 7 ایون تجلیل می کنند و شکایت ها از بالا رفتن قیمت در این سال زیادتر است. این هم در زمانی که اقتصاد پاکستان بعد سالها ناکامی رو به رشد آورده است. حرکت در راه بهبودی بعد آن آغاز یافت که صندوق بین المللی پول در عوض اختصاص $7 میلیارد قرض با امتیاز از پاکستان خواست اقتصادش را اصلاح کند. حکومت هم قیمت نیروی برق و مالیات را بالا برد، ولی بار اول تورم در کشور ماه اپریل پایین آمد.